بار دیگر سلام با کاربرانی عزیز رادیو زودی و همه آنهایی که این لحظه ما رو تماشا دارند. ساعت به وقت پراگ رسیده است در مسکو 11 و در دوشنبه 1 و تشکر میگم که ما رو تماشا میکنید و سپاس به همه آنهایی که بعد از پخش مستقیم این صحبت ما رو خواهند دید. تقریبا بعد از 3 ساعت دیگر برنامه خبری داریم، بازم در همین جا، یعنی در آزادی ویدیو، کانال مستقیم ما در یوتیوب و من امیدوارم که چون همیشه در این برنامه ما رو همراهی خواهید کرد در 15 دقیقه و گزارش‌های جالب و روز رو میتوانید در اونجا ببینید. اما تا آن دم در انتظار مذاکرات یک هیئت عبارت از مقامات قرقیزستان برای شرکت در ملاقات 2 روزه با نمایندگان تاجیکستان در مسئله مرزی الکی به دوشنبه آمدند. انتظار می‌رود مذاکرات با شرکت معاون نخست وزیر قرقیزستان در جریان روز آغاز شود. در عین زمان محمد جان اولوخوجاев سخنگوی نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان دیروز در صحبت با رادیو زودی گفته بود که فعلا وضعیت در منطقه مرزی دو کشور کاملا آرام است و جانب طبق توافقات اخیر نظارت و تامین امنیت در منطقه اهالی نشین مرزی را انجام میدهند. باید گفت که تاجیکستان و قرقیزستان بیش از 970 کیلومتر مرز دارند و از این حساب بیش از 470 کیلومتر آن معین و علامت گذاری نشده است و سبب جنجال های دو طرف نیز بر سر همین منطقه بحثی است و ما اگر در جریان روز و تا شروع برنامه خبری یگان اطلاع تازه از این مذاکرات پیدا کردیم، حتما در برنامه برای شما خواهیم گفت و اگر نه پس صحبت های بعدی ما رو دنبال کنید، در اونجا حتما میتوانید معلومات رو بگیرید. چرا پروازهای تاجیک ایر برقرار نشد؟ شرکت تاجیک ایر با گذشت 3 ماه از قطع کارش نتوانست دوباره هواپیماهایش را به پرواز درآورد. ماموریت شرکت اعلام کرده بود که 31 مارس یعنی آخر ماه گذشته پرواز هواپیماها دوباره شروع می شود. تاجیک ایر یگانه شرکت هواپیمایی دولتی تاجیکستان است، اما به نظر می رسد مناسبت دولت به این شرکت مثل فرزند او باقی می ماند. وجود درخواست کمک کردن مدیران که تقریبا هر 2 سال عوض می شوند، این شرکت کمک قابل ملاحظه از دولت دریافت نکرده است. بعد 3 ساعت دیگر در برنامه خبری در این باره با شما صحبت خواهیم داشت. تاجیکان با روسیه، خارجی ها با تاجیکستان. در حالی که همه ساله صدها هزار شهروندان تاجیکستان بنابر نیافتن کار در وطن به مهاجرت میروند، طبق آمارهای رسمی هزارها نفر مهاجران از کشورهای دیگر اجازت کار در تاجیکستان دریافت نموده زندگیشان را پیش میبرند. ولی طوری همکاران ما معلوم کردند این مهاجران در تاجیکستان از مشکلات عاری نیستند. در این باره یک گزارش داریم که پیشنهاد میکنم در برنامه خبری همراه با ما تماشا کنید. در افغانستان که در بسیاری از مناطق جنگ زده راه رفتن خطرناک است، روزی نیست که یک نفر به مینه برنخورد و هلاک و مجروح نشود. در سرزمین این همسایه کشور تاجیکستان که 10 ساله هاست از جنگ خلاص نمی شود، صدها هزار مینه کشت کردند و حاصل مرگبار آن را بیشتر از همه کودکان میکشند. گزارش را در این باره در برنامه خبری پیشنهاد شما خواهیم کرد و امیدوارم که در برنامه طور گفته ما رو همراهی میکنید. و مقامات مسئول دوشنبه میگن نقشه ساختن حاجتخانه های زمانوی را دارند، اما تا آن دم عدم حاجتخانه های سیار در راه و خیابان های اصلی پایتخت تاجیکستان برخی از قهوه خانه و بینای مؤسسه های دولتی را به حاجتخانه جمعیتی تبدیل داده است. ساکنان و سیاحانی که در خیابان های شهر در حالت ناگوار میمونند مجبور میشوند برای قضای حاجت بیناهای معمولی و تجارتی را استفاده کنند. این هم در حالی است که از روی معیارهای بهداری و سانیتری در مکانهای جمعیتی به مثل باغ و گلگشت و فرودگاه ها و یا ایستگاه‌های روی آهن و یا در این برابر در مکانهای تجارتی هم برای هر 500 نفر یک مکان حاجت براری تقاضا می شود. خب در این برابر باید گفت که کمبودی حاجتخانه ها در کنار شهرهای تاجیکستان هم چند سال اخیر مایه نگرانی سیاحان و مسافرانی هست که از شهر به شهر دیگر سفر میکنند. همکاران ما در این باره نیز گزارش برای شما تهیه کردند و چند خبر مهم دیگر نیز روی دست ما هست که فعلا همکاران ما دنبال گرفتن تفصیلات از مسئولان هستند و فکر میکنم تا 3 ساعت دیگر البته کمتر از 3 ساعت دیگر که ما برنامه خبر رو پیشنهاد شما خواهیم کرد در پخش مستقیم، تفصیلات حتما روی دست ما خواهد بود و ما به شما ارائه میکنیم و تا اون وقت
агар шумо низ ҳар хабару видео ва ё аксе доштед, лутфан дар ихтиёри мо бигзоред, мо онро пайгирӣ хоҳем кард. То мулоқот дар пахши мустақими барномаи хабарӣ соати 1 бо вақти Прага.